خود را دارد. اکنون بیا توجه میکنیم برای عملی کردن همین گفته ها، برای ثابت نمودن البته اون نظر و اندیشه های بنده که چون بیان داشتم. عبدالله سفرов، عبدالله که امروز وزنش گرانتر است، از ناحیه رشت، پهلوانی که از سمت چپ میدان و جهانگیر رو الکی مخلصان گوشتین سنتی خیلی خوب میدانند. اون نفری که نه وقت موفق شد، جهانگیر اینجا دستور قبلگاهش حاتم مجیدوف رو هم سرمشق کاری خود میداند و برادرش خورشید هم در فاصله خیلی نزدیک با او قرار دارد. اشاره دارد به جهانگیر که البته هنگام داشتن دست یا کمربند بهتر است که دست راست رو از کمربند، از بالای کمربند اگر دقیق کوتاه و مشخص داشته تواند بهتر است برای البته عملی کردن چندین اصول های معمول گوشتین ملی و ظفریت پهلوان امیدبخش جمهوری تاجیکستان جهانگیر مجیدوف. عبدالله چون در فدراسیون روسیه 2 سال اخیر زندگی میکرد، البته امروز ما مشاهده میکنیم که این پهلوان 26 ساله ناحیه رشت، انا همین چهره که خیلی هم الکی وزنش هم بیشتر است نسبت به جهانگیر مجیدوف و تمرین های موسمیش البته برایش امکان ندادند که در این مسابقات در مرحله اول شرکت ورزد. جهانگیر مجیدوف تلاش میکند برای البته در یک فرصت سازگار پیدا کردن حریفش و خیلی یک اصول دوست داشته‌اش را که ما مشاهده کردیم در مقابل با حمید عبدالله سری وقت استفاده کرد و ظفر یافت. حتی با همان قامت راست یک اصولی را که حلوک داخله را در سطح بلند هم استفاده کرد و این هم با همان اصطلاحی که پتقوت خیلی سطح ضروری و با یک نظری کسبی از جانب این پهلوان 18 ساله ناحیه مومن‌آباد اجرا شد. و حالا در مقابل با عبدالله کمی با مشکلی روبرو گردیده است، چون که وزن اینجا تا اندازه فرق میکند نسبت به حمید عبدالله. اما در گوشتین سنتی این عملها، این نظرها و وزن و وقت و اینجا سین و سال با این نوبت گرفتن نمی شود. نفر دست بالا میگردد و بعدا هم میتواند که همون سلاله پهلوانی اینجا هم باز بیشتر و زیادتر به نظر رسد، یعنی برادر او، برادری که مغلوب گردیده است و نفر همدستش و باز افراد دیگر هم برای ستانیدن نفر با باخت روبرو شده به میدان می آیند و طلب میکنند که من با نفر غالب البته مبارزه میبرم و قوازمایی میکنم. بس انا همین انعنه سنتی در ناحیه رشت بیشتر مورد عمل پهلوانان قرار گرفت. بعد آنه که یک نفر پهلوان ناحیه رشت که در گلیم اول چون مغلوبش کردن و بعدا هم حمید عبدالله اصلا ساکن ناحیه رشت است و چون بیان کردیم که در شهر نوسیبیرسک فدراسیون روسیه این زمان استقامت میکند و این قوه آزمایی سیوم جهانگیر مجیدوف است و در گلیم اول چون بیان کردیم که جهانگیر هم خیلی هنر خوب نشان داد و موفق هم شد و برای جهانگیر مجیدوف مقامات محلی و حکومت دولتی ناحیه رشت چون مراتبه سیوم است که به میدان می آید الکی توفر رو هم باز زم کرد. در دیدار اول البته یک مکافات یا 2 مکافات پیش بینی شده باشد، در دیدار سیوم الکی این شماره بیشتر می گردد. در رقابت بعدی که ظفر می یابند همچنین از یک مرحله به مرحله دیگر مکافات ها زم می گردند و نفر کامیاب به مرحله بعدی برای شاه جایزه اگر تواند که اینجا هم غیوری و صبوری و مظفریت بیشتر رو هم به دست آورد و با جهانگیر مجیدوف اینجا هم مبارزه برد اما از میدان هر دو بیرون شدند. عبدالله پهلوانی که چون معرفی کردیم این مراتبه هم باز برمیگردد. عبدالله سفرov از ناحیه رشت برمیگردد به گلیم مرکز. همانا رقابت به نتیجه است میان هر دو. جهانگیر مجیدوف در رقابت سیوم کمی خسته حال شد
و اکنون سببش رو هم الکی مخلص بیننده زکی خوب احساس میکند که گران وزنی پهلوان ناحیه رشت عبدالله سفرов برای این ورزشگری امیدبخش تاجیکستان جهانگیر مجیدوف مشکلی به وجود آورد. جهانگیر قامت راست دارد، خیلی البته در این مورد هم تلاش می‌ورزد برای همان اصول معمولی که بیشتر چون بیان کردیم محض در گوشتین‌های ملی در تنتنه‌های نوروز هم سال سپری گردیده و آغاز رقابت‌های پهلوانان چون به نظر می‌رسد محض همین اصول رو جهانگیر مجیدوف مورد استفاده خیش قرار می‌دهد. عبدالله و جهانگیر هم اینجا اکنون دیگر کاری رو برای بهتر سامان دادنش چون تلاش میکند اما موفق نمیگردد. جهانگیر بار دیگر امر داور رو اینجا هم به اینوبت میگیرد و اکنون عبدالله سفرov باشد. اگر با هنر این پهلوان 3 سال قبل نظر افکنیم خیلی نفر فوق‌العاده بود، استعداد جالب داشت و 2 سال که در فدراسیون روسیه در مهاجرت مهنتی بود البته از تمرین‌های دائمی مربیان فارغ ماند. جهانگیر مجیدوف باز هم یک تلاش دیگرش هم بدون ثمره دلخواه است. عبدالله خسته حال شد در این مورد اکنون همون یک قوه بیشتر و اضافه که در آمادگی همه جانبه جسمانی به وجود می آید. امروز هم ما مشاهده میکنیم که در همون قیافه پهلوان اونقدر نمودار نیست. عبدالله سفرov هم اینجا اکنون وقت رو کشال میدهد اما جهانگیر موازنت رو میخواهد گم کند. اینجا فرصتی که با کناری راست و چپ عمل میکند و دست حریف رو در این فرصت داشتن کمی به سوی پیش حرکت کردن. این حلال است چون مشاهده میکنیم که بله داور اینجا یک اشاره کرد و من فکر میکنم که عمل داور در اینجا این کار میشود و نباید که این پرتافت حلال حسابیده نشود. چگونه؟ اگر ما این توانیم که این ترتیب رو بار دیگر مشاهده کنیم البته اصول از مرکز میدان بود و بعدا هم پرتافت از گلم کمی بیرونتر بود اما آن حرکت و ابتدای عمل پهلوان جوان ناحیه مومن‌آباد از همون مرکز گلم بود. بله اینجا هم اشاره میکند هم داور و هم سرداور مسابقات و اینجا هم کمیته تدارکات که این عمل از مرکز گلم بود و پرتاب بیرون از میدان. عبدالله خود پهلوان است اقرار شد و این گفته ها را هم تصدیق کرد. جهانگیر مجیدوف 3مین غلبه خود را در این مسابقات چون بیان کردیم که به دست آورد. انا همان انهای قبلی نیاگانمان باز احیا میگردد. منظور از گفته های من بعد آنه که عبدالله سفرov شکست خورد باز هم اکنون برای قصد عبدالله را ستانیدن باز پهلوان امیدبخشی 18 ساله ناحیه رشت عبدالله هم نام او به میدان برآمد. آن نفره که باز هم جهانگیر مجیدوف را میخواهد که اینجا تسلیم سازد. جهانگیر قامتی بلند دارد و حالا به هجوم میگذرد. این مراتب چهارم است که جهانگیر میخواهد از خود مهارت متانت بهتر نشان دهد و همان اصول رو هم حلوک داخله را هدف استفاده دائمی خیش قرار دهد چون که اون گرفته است عادت دائمیش هم همین است و بیشتر هر یک ورزشگر هم از اوان کودکی و بعدا نورسی و تا با همان بزرگسالیش یک اصول را همیشه مورد عمل قرار میدهد که نسبت به اصول های دیگری که موصوف استفاده میکند البته باز جهت های فرق کننده خود را دارد. یعنی در معنی همین پهلوانان خیلی و خیلی همون اصول دوست داشتهشان جایگیر است که حرکت برابر آغاز هر یک دیدار هم الکی برای عمل کردنش برای اجرا نمودن همین اصول بیشتر تلاش می‌ورزند. ماز جهانگیر مجیدوف این رو هم در میدان امروزه نشان داد. 3 غلبه که به دست آورد ماز توسط همان حلوک داخله بود. اما این مراتب هم عبدالله پهلوان ناحیه رشت که در گوشتین جودو موضوع انا همین نفره که معرفیش کردیم نه چندان قامت بلند دارد و امروز هم در مقابل با استاد ورزش درجه بین المللی تلاش می‌ورزد
که البته قصدی همنام خود عبدالله سفرов را ستاند. بله در این جریان مشاهده میکنیم که باز هم جهانگیر مجیدوف هنرش فرق کننده است. در گلمی سیوم رقابت همون ادامه می‌یابد جهانگیر و عبدالله هم در هفته سپری گردیده چون یک مسابقه با شکوه ناحیه رشت برگزار گردید که موصوف با 5 نفر حریف خود دست بالا گردید. خیلی جوان است اما استعداد خوب دارد. ببینید که الکی در مقابل با جهانگیر مجیدوف چون ایستادگی کرد، این معنای آن رو دارد که البته عبدالله نفر تصادفی نیست در میدان که با جهانگیر مجیدوف قوا سنجد. این رو هم وقت نشان میدهد. همانا زورآزمایی پهلوانان ادامه می‌یابد و از ناحیه مومن‌آباد، از خوالنگ شهر کولاب، از ناحیه شمس‌الدین شاهین، همچنین از ناحیه حمدانی، از شهر قرغان‌تپه سابق قرغان‌تپه باختری حاضره و همچنین از ناحیه مسچو حتی پهلوانان هم در این مسابقات شرکت داشتند. از شهر دوشنبه، از شهر ترسونزاده و بیشتری آن چهره‌هایی که با پیروزی نایل گردیدند از همین مناطق مملکت بودند که حالا فرصت هست برای معرفی آنها نیست. و همانا جهانگیر تلاش و مبارزه را جهت موفقیت چهارم خود در این دوره بعدی ادامه می‌دهد و اصلا در گوشتین ملی یک زیبایی و شهامت وقتی آن لحظه به نظر می‌رسد که پهلوان قامت راست سبقت کند، حریف را احترام سازد و هنگام حرکت عملهای بیشتر و زیادتری که البته از خود نشان می‌دهد در مقابل با حریف خیلی مهربان باشد. یعنی حریف را احترام کردن یکی از خصوصیت‌های نیک انسانی و خصلت‌های نجیب هر یک پهلوان است. و در رقابت برخی از پهلوانان ما تکبری، بی‌احترامی و قصداً عملهای غیری انسانی را ما مشاهده میکنیم که البته گوشتین سنتی این عملهای غیر انسانی را کاملا رد میکند. وقتی که همین رکنها رو پهلوانان در میدان بهتر مورد استفاده خیش قرار میدهند، واقعا هم مردم با چنین پهلوان اعتمادش قوی میگردد و پیوسته آن را هم دستگیری میکنند. و در ناحیه رشت همین عامل‌ها، همین بند و بست‌های اساسی گوشتین ملی هم خوب رعایت گردیدند و بیشتر هم در ردیف کارهای آمادگی و در جریان هر یک زورآزمایی باز هم پهلوانان کوشش میکردند که همون خصلت‌های نجیب خود را نشان دهند. من جهانگیر مجیدوف این پهلوانی که تلاش کرد، مبارزه برد، در 3 دور ظفر یافت و اینجا اکنون هر دو را داوران از یکدیگر جدا میکنند. یعنی در گوشتین سنتی این انعنه هم رایج است. وقتی که وقت طولانی بدون محدودیت پس سر میگردد، اینجا هم داور باز با هر دو پهلوان مشورت میکند و با ریزوگی یکدیگر پهلوانان میتوانند که باز از یکدیگر جدا شوند و رقابت را باز با نفران دیگر ادامه دهند. و اینجا یک مشورت، یک توصیه بود، اما باز هم داور اینجا همون نقطه خلاصه آخرین خود را برآورد که 3 دور دیگر، یعنی 3 دست دیگر که این رایج است با همون اشاره گفته های خود داوران پهلوانان رقابت کنند و اگر نتیجه ندهد همین لحظه معین گردیده و شاید بگذار خود پهلوانان هم با خلاصه آیند. و در گلم دیگر اینجا ما 2 نفر سید مومن از ناحیه رشت و ابوبکر زویروف رو میبینیم. ابوبکر پهلوان شهر دوشنبه خلعت کبود دارد و پهلوان میزبان با خلعت سفید در میدان رقابت کرده ایستاده است. و شمشاد عبدالله حالا در میدان انتظار حریف است. این هم یک انعنه عجیب است و بار دیگر هم جهانگیر مجیدوف خیلی همان حلوک داخله را خوب استفاده کردنی بود اما داشتن دست را فراموش کرد. ابوبکر زویروف باز هم حالی سعید مومن را اینجا هم با اصطلاحی که به تنگ آورده است و اکنون در این جریان بار در توجه میکنیم باز با همان لحظه که چون بیان کردیم و هر دو هم با همون فکری داور راضی بودند که 3 دفعه دیگر گریبان یکدیگر میگیرند، اگر موفق نشوند اونگاه
майдонро тарк мекунанд ва бо нафарони дигар қуввозмоӣ хоҳанд кард. абубакр бошад бо саид мумин паҳлавони ноҳияи Рашт ҳамоно қуввозмоӣ дорад ва дар гилеми дигар инҷо ҳам боз шайхов бо гундишков рақобат дорад. фарёд шайхов ин писари яке аз паҳлавонони маъруфи кишвар, ибод шайхов аз ноҳияи Ванҷ аст ва бародари курдии Саидвали Гундишков, Солеҳ Гундишков ҳарифи фарёд аст. Солеҳе ки хилъати кабуд дорад дар майдон ҳоло рақобатро инҷо ҳам навакак оғоз кард. дар гӯштини миллӣ чун баён кардем ки вазн ба ин нобат гирифта намешавад ва маҳз инро ҳам худи Солеҳ хуб медонад. ба мардум ҳам писхан заданд дар ибтидо. албатта инҷо ки барои ин паҳлавон ҳарифаш хеле ва хеле вазнаш гарон аст, аммо Солеҳ ба гуфтаи мураббиён эътибор надод ва худ хост ки дар муқобили ин паҳлавони хеле гаронвазни ванҷӣ муқовимат кунад ва мубориза барад. Саид Мумин бо ҳамроҳии Абубакр Зоиров дар гилеми дигар ҳастанд ва инҷо Фарёд Шайхов бо ҳамроҳии паҳлавони шаҳри Турсунзода Солеҳ Гундишков ҳамона зурӯзмоӣ доранд. як фурсате ки ҳам барои Фарёд Шайхов беҳтар буд. ин амалро Фарёд Шайхов бояд ба тарзи дигар истифода мекард ва аслан усули дӯстдоштаи қиблагоҳи ин паҳлавони хилъати сафеддошта Ибод Шайхов дигар аст. ҷавз кардан ҳарлуки дохиларо ҳам бештар хубтар истифода мекард, аммо аксари музаффарияти қиблагоҳи ин паҳлавони хилъати сафеддошта бо ҳамон як ҳалуке ки ҷавз карда ва боз бори дигар ҳам Фарёд як кӯшиши дигарро сомон дод, аммо доштани дастро аз хотир фаромӯш кард, муваффақ нашуд. аҳволи паҳлавони гаронвазни раштӣ Саид Мумин ҳам хеле мушкил шуд. баъди ин муборизае ки бештару зиёдтар Абубакр Зоиров аллакай хавфи зиёд барои ӯ ба вуҷуд овард, яъне силсила ҳуҷумҳоро ки бештар кард, аллакай барои худи Саид Мумин мушкилӣ боз ҳам зиёдтар шуд. дар гилеми дигар ҳамоно рақобати ин ду паҳлавон чун баён кардем ки Солеҳ Гундишков ва Фарёд Шайхов аз ноҳияи Ванҷ ҳамоно идома дорад, аммо натиҷа на ба он тарзе ки барои ҳарду паҳлавон бештару зиёдтар зарур аст ва маҳз барои Фарёд Шайхов ки ҳам қомати баланд дорад ва ҳам вазнаш ҳам 23 ё 25 кило тақрибан нисбат ба ҳарифаш бештар аст. Гундишков аз ин намеҳаросад ва рақобатро идома медиҳад. ҳарду ҳам ба гилеми дуюм гузаштанд, аммо ин маротиба ҳам Фарёд Шайхов бубинед ки истодагарӣ мекунад, интизор мешавад аз ҳамин фурсат. ҳолон ки Фарёд бояд дар як лаҳзае ки тавонад ки боз ҳам ҳоли ин паҳлавони начандон гаронвазни шаҳри Турсунзодаро боз ҳам мушкилтар содад. акнун як усули ҷолиб ҳам аз ҷониби Абубакр Зоиров дар сатҳи баланд истифода кардед ва Абубакр бетаваҷҷӯҳ мекунед бори дигар ба гилеми дигар ки чӣ гуна ҳарифро фиреб дода, ба нимаи рост ишора кард, дасти росташро кӯтоҳ баркашид ва ҳамин тартиб ҳариф ба тахтапушт афтид ва Саид Мумин паҳлавони ноҳияи Рашт аз натиҷаи дилхоҳи ин мусобиқот бенасиб гардид. Солеҳ Гундишков ва Фарёд Шайхов ҳамоно рақобатро идома медиҳанд ва Солеҳ ғайраташ хеле бузург аст, бештар ба назар мерасад. на дар ин мусобиқота боз ҳамчунин назар ин фурсате ки баён кардем ва акнун Шайхов партофташ ба тахтапушт аст. Солеҳ Гундишков чун мубориза бурд, аммо муваффақ нашуд. ман фикр мекунам ки ҷасорату ғайрат кард нисбат ба дигар паҳлавонони гаронвазне ки дар майдон буданд ва нахостанд ки бо ин паҳлавони ванҷӣ Фарёд Шайхов рақобат кунанд. ва боз бори дигар ҳаким аз ноҳияи Рӯдакӣ, паҳлавони хилъати сафеддошта ҳаким аз ноҳияи Рӯдакӣ хеле боҷуръатона дар даври аввал
حریفش رو مغلوب کرد و همینطور پیروزی اولینش رو به دست آورد. پهلوانان ناحیه تاجیک‌آباد، نورآباد، لخش در مرحله دوم هم برخی از آنها شرکت داشتند. این معنای آن را دارد که آنها هم در مرحله اول البته صاحب ظفر گردیده بودند. و نفر دیگر را چون معرفی کردم در ورزشگاه، یکی از پهلوانان خیلی شهرتیار کشور، غزلشاه دولتشاه از ناحیه یوگان را که نه وقت به میدان برآمد. محمدالله پهلوان، محمدالله این ورزشگر خلعت سفید داشته از ناحیه رشت است، تحت راهبری رؤوف حکومتوف الان که دانشجو در شهر دوشنبه تمرین میکنند. و حریفش نظرالله از ناحیه نورآباد، ورزشگر خلعت کبود داشته. آنها یک جفت در میدان هنرنمایی دارد و داوران دیگر اینجا هم موظفند که پهلوانان موفق را البته در نیمه راست میدان اینجا هم باز حریفانشان را معین سازند. همون طرز و ترتیبی باز یک لحظه خیلی جالب بود، اما برای نظرالله این حالت گران افتاد که از این ورطه رها یابد و محمدالله لایق‌زاده این پهلوان خلعت سفید داشته. چون بیان کردم که قبلگاه این ورزشگر هم سالهای قبلی خیلی یک استعداد فوق‌العاده داشت. یوری بگ لایقوف در میدان‌های گوشتینی، ملی و همچنین سامبو خیلی یک متانت، جسارت بزرگی پهلوانی را نشان میداد و این سالاره را الکی فرزندانش هم ادامه میدهند. برادران محمدالله اینجا هم 4 فرزند یوری بگ لایقوف البته در مسابقه های نه تنها گوشتین سنتی در تنتنه نوروزی بین المللی مناطق های کشور هنرنمایی میکنند، بلکه در گوشتین سامبو و جودو هم الکی سال تا سال نتیجه بهتر را هم به دست می آورند. نظرالله معلوم است که تو اندازه تجربه کافی ندارد نسبت به محمدالله لایقوف. آیا یک لحظه که خیلی هم جالب، اما حرکت محمدالله به آن خاطر بدون ثمره دلخواه انجام یافت که محمدالله دست یا اورنج حریف را کوتاه نداشته بود، حتی کمربند رو هم از بالا اینجا هم نداشته بود و علت موفقیت را به دست آوردنش همین بود. اما جالب از رقابتشون، هر دو هم وزنشون تا اندازه برابری را نشان میدهد. تجربه محمدالله از حسابی تمرین های نه بلکه موسمی بلکه دائمیش خیلی بهتر به نظر میرسد. این مراتب هم محمدالله ثابت ساخت که او نفر تصادفی نیست و پرتافتش در این جریان حلال حسابیده شد. بله، لحظه به لحظه برای ورزشگران موفق امکانیت بهتر میگردد که به مرحله کامیابی های بعدی نائل گردند.